سلام، من پروینم. بیاین بهتون یاد بدم با یه برش ساده یه امضای کار بزنید. امضای کار منه. جای راه بگید ولی با یه ترفند اون رو از حالت سادگی در بیارید. پارچه روی و زیری رو جوری با هم دیگه قرار میدم که خطها در امتداد هم باشن. اینجا ممکن اصلا پارچه ها لب به لب هم قرار نگیرن. ببین درست در راستای هم. در نهایت وقتی دوخ میکنیم 2 خط زاویه دار به این صورت گونیا شده میشه. ظرافت کار و تمیزی کار رو کاملا میشه مشاهده کرد. من از این برش در جیب استفاده کردم. شما میتونید توی یقه، توی تنه لباس یا حتی مچی آستیناتون استفاده کنید. خطای عمودی لباس و خطای عمودی جیبمو با سوزن در راستای هم قرار میدم و تمام زیبایی جیب من به اینه که این خطها جابجا نشه. وقتی به زاویه جیب رسیدیم سوزن رو داخل جیب قرار میدیم، پایه رو میدیم بالا، لباس رو میچرخونیم و ادامه دوختمون رو میزنیم. من برای زیباتر شدن و محکم شدن کارم همیشه 2 خط دوخت میکنم، پس با نیم پایه همون دوختی که اومدم برمیگردم. تا اتوی آخر میزنیم لایک کن، کامنت مثبت هم بذار. این هم از امضای کارت. اگه دوست داشتی این بلیط رو به روش ساده با مچش یاد بگیری، کانال